أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب تحریم وصل الشعر والوشم والوشر و هو تهدید الاسنان. یعنی که امام نووی رحمه الله میگوید باب در مسئله حرام بودن وصل شعر، یعنی پیوست کردن موی. یعنی که این باب در مسئله آن هست که پیوست کردن موی حرام است. بعضی زنها عادت دارند و همچنین در این زمانه برای مردها هم شده است که موی پیوند میکنند یا در سراشان پریک میگذارند، پس این حرام میباشد. پس این باب در مسئله حرام بودن پیوست کردن موی والوشمی، و همچنین این باب در مسئله حرام بودن خالکوبی هست. بعضی که تتو میزنند یا اون خالکوبی میکنند در بدنهایشان، در دستهایشان، در رویهایشان، پس این خالکوبی همچنین حرام می باشد. این همچنین نادرست و در شریعت جایز نمی باشد خالکوبی کردن، تتو زدن. والوشری، و همچنین این باب در مسئله حرام بودن وشر هست. وشر یعنی چی؟ میگه و هو تهدید الاسنان. وشر یعنی کشاد کردن بین دندانها، در میان دندانها فاصله گذاشتن رو میگوین وشر. یا خود کلمه وشر هر کسی که دندانش باریک میکند و دندانش در بینش فاصله میگذارد برای فسان شدن در نظر خودش، پس این رو میگوین وشر. وشر کردن هم همچنین حرام و ناجایز، نادرست است که انسان وشر بکند، یعنی کسی که خودش به اختیار خودش بکند. اما اگر کسی که دندانهاش خودش مادرزاد دور هست، یعنی وشر دارد، در اون صورت باکی ندارد. اما اگر انسان خودش این مسئله را بکند، خودش بین دندانهاش فاصله قرار بدهد، در این صورت حرام و ناجایز می باشد عمل این انسان. پس این بود این بابی که امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش جای داده است. پس در زیر این باب امام نووی رحمه الله یک آیت و 4 حدیث برای ما و شما تقدیم میکند، دلیل برای این باب کشاده اش. اولین آیت را میارد که یک آیت میارد، این آیت سوره نساء آیت 117 تا 119 می باشد. امام نووی رحمه الله می فرماید: قال الله تعالی، الله تبارک و تعالی در سوره نساء آیت 170 چنین می فرماید که ای یدعون من دونه الا اناثا. الله جل جلاله درباره مشرکین خبر می دهد، می گوید که ای یدعون من دونه الا اناثا، یعنی که نمی پرستن، عبادت نمی کنن مشرکین غیر الله را مگر اناثا، مگر اینکه بتها را می پرستن، بتهای مادینه را. و در مسئله اناث علما میگویند منظور از اناث یعنی که مشرکین بت می تراشیدن، بعد از بت را تراشیدن نام می گذاشتن بتی تراشیده اشان را، نامهای زنانه می موندن. چطوری که بتهای مشهوری مشرکین این لات و عزا و منات هست، پس کلمه لات مؤنث است، کلمه یعنی زنانه هست، نام زنانه هست. عزا همچنین نام زنانه هست، منات همچنین نام زنانه می باشد. پس عرب، مشرکان عرب بتهاشون نامهای زنانه می گذاشتن. از این حساب است که الله سبحانه و تعالی می گوید نمی پرستن مشرکین غیر الله مگر اینکه بتهای مادینه شان را، یعنی همون بتهایی را که نامهای زنانه می گذاشتن.
و بعضی از مفسرین میگن ایناث یعنی که مشرکین این اعتقاد رو داشتن که فرشتگان دختران الله هستند، الله پناه بدهد. مشرکین این اعتقاد رو داشتن و میگفتن که اون فرشتگان که دختران الله هستند ما رو میگفتن به الله نزدیک میکنند، پس فرشتگان رو میپرستیدند. از این حساب الله سبحانه و تعالی گفت که ای یدعون من دونه الا اناثا، یعنی که اعتقاد اونها را بیان کرد که اونها ملائکه ها را دختران الله گفتن میپرستیدند و فکر میکردن که اون ملائکه ها را پرستیدن به الله اینها را نزدیک میکند. الله سبحانه و تعالی برای خود در این آیت گفت که عبادت نمیکنن آنها غیر الله مگر اینکه بت‌های مادینه اشان را. یا ایناث همچنین به معنای چیزهای غیر روحدار یا مردگان به این معنی می شود. پس مشرکین چیزهای بیجان را می پرستند، بت‌ها را یا مردگانشان را می پرستند. چون مشرکین اون زمان باشد چه مشرکین زمان ما و شما که مردگان را می پرستند، پس اینها هم همون مشرکان هستند که چیزهای بیجان را می پرستند. پس الله سبحانه و تعالی در این آیت بیان کرد که مشرکین بت‌ها را می پرستند غیر الله. و این یدعون الا شیطانا مریدا، و مشرکین عبادت نمی کنند مگر اینکه شیطان بسیار سرکشی و انسان بسیار متجاوز را، یعنی که مشرکین شیطان را می پرستند. مشرکین شیطان را معبود خودشان قرار دادگی هستند، اما در ظاهر میبینید در پیش بت است اما اون شیطان را پرستیده ایستاده است. یا کسانی که قبر پرست هستند، پیر پرست هستند، اینها را میبینید در ظاهر در پیش قبر هستند یا در ظاهر نام پیرشان را میگیرند، اما در اصل اینها معبودانی یا اینها عبادت کنندگان شیطان ملعون هستند. الله میگه و یدعون الا شیطانا مریدا، یعنی که مشرک ها عبادت نمی کنند مگر اینکه شیطان بسیار سرکش را عبادت میکنند، مشرکان بدبخت و جاهل. این بود آیت 117 سوره نساء. در آیت 118 الله سبحانه و تعالی میفرماید لعنت الله، لعنه الله. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیت 118 میگوید لعنه الله، یعنی لعنت کردگی از الله سبحانه و تعالی آن وی را. الله سبحانه و تعالی وی را یعنی شیطان رو لعنت کردگی است. و قال، و شیطان گفتگی است که لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. شیطان قسم یاد کردگی است، گفتگی است که قسم به ذات پاکت ای الله، زیرا که شیطان باور دارد به وجود الله، به یگانگی الله، به قدرت الله. شیطان باور دارد اما الله را اطاعت نکرد، شیطان رانده شده شد. پس شیطان میگوید که قسم به ذاتت ای الله لاتخذن من عبادک، حتما میگوید از بندگان تو من میگیرم نصیبا مفروضا، یعنی سهم و بهره معین را. میگوید که من از بین بندگان سهم خود من میگیرم. الله در نزد الله شیطان ملعون قسم یاد کردگی است که ای الله من از بین بندگانت نصیب خودم را، سهم خودم را، سهم معین خودم را میگیرم، یعنی که من از بندگان تو بعضی اشان را گمراه میگردانم. پس ببینید الله لعنت کرد شیطان را. شیطان دعوا کرد که من در بین بندگانت ای الله پیروای خود من میابم. پس چطوری که ما و شما امروز میبینیم که پیروان شیطان ملعون چقدر زیاد هست، چقدر بسیار هست. پس همین هم اهل بدعت یا همه مشرکین، همه کافرین در عبادت شیطان هستند و پیروی شیطان ملعون می باشند. بعد از این شیطان گفت ولأضلنهم، گفت که یا الله در سوره نساء آیت 119 شیطان گفت که ولأضلنهم، گفت ای الله من گمراه میکنم بندگان تو را. ولأمنینهم، گفت ای الله من باطل، یعنی که آرزوهای باطل را در قلبی بندگان تو جایگیر میگردانم.
امنینهم یعنی که آرزوهای دور و دراز، آرزوهای باطل، آرزوهایی که بنده خودش میدوند که با اون آرزو رسیدن نمیتواند، اما شیطان گفت ای الله، من انا همون آرزوهای دور و دراز در قلب بندگان جایگیر میکنم. پس امروز میبینیم شیطان چقدر مردم را گمراه کردگی است. شیطان چقدر مردم را به آرزوهای دور و دراز مشغول کرد که مردم فراموش کردن الله جل جلاله را. ولآمرنهم، شیطان با هم قسم میاد کرد که ای الله، قسم به ذاتت، من حتما اونها را وادارشان میکنم، امرشان میکنم به کارهای باطل و به کارهای نادرست. پس امروز چقدر مردم پیرو شیطان شدن که کارهای نادرست را انجام میدهد. فرمان اونها را شیطان فرمان میدهند که اونها کارهای نادرست و کارهای ناجایز را انجام میدهند. ولا آمرنهم، شیطان قسم میاد کرد که الله، من اونها را وادارشان میکنم، امرشان میکنم به کارهای بد و ناشایسته. فلیبتکن، پس گفت که فلیبتکن آذان الانعام، گفت حتما قطع میکن، اونها را امر میکنم که اونها قطع میکنن گوشهای چارپایان را. ببینید امرشان میکنم، گفت که اونها میبرن گوشهای چارپاها را. ولآمرنهم، پس گفت من حتما اونها را امرشان میکنم. فلیغیرن خلق الله، پس حتما اونها خلق الله را تغییر میدهند. پس جای دلیل انا همین جاست که فلیغیرن خلق الله، یعنی که شیطان انسان را امر میکند که خلقت آفرینش الهی را اون انسان تغییر بدهد. پس الله سبحانه و تعالی برای تو موی داد، نور علی نور. وقتی که موی نداد، تو موی میچسبانی، در آفرینش الهی تغییرات وارد کردی. وقتی که تو در بدنت الله سبحانه و تعالی پوست زیبا داده است، وقتی در بدنت خالکوبی میکنی، تتوکاری میکنی، پس تو تغییر دادی آفرینش الهی را. وقتی دندانهایت را فاصله قرار میدهی، وقتی که بین دندانها جدا میکنی، پس این تغییر و دیگرگون کردن آفرینش الهی است. پس تو را بدان که شیطان به این کارها امر کرده ایستاده است. الله میگوید تو را که این کار را نکن، حرام است این کار را کردن. اما شیطان چی گفت؟ فلیغیرن خلق الله، فلیغیرن خلق الله، پس حتما بندگان تو گفت تغییر میدهند، دیگرگون میکنن آفرینش الهی را. ای الله گفت آفرینشت را تغییر میدهند. و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. الله سبحانه و تعالی بعد از این میگوید هر کسی که میگیرد شیطان را دوست و سرپرست و یاوری خود من دون الله، از غیر الله جل جلاله، یعنی کسی که شیطان را همچون فرمانده قبول میکند و گپای شیطان را میگیرد و وسوسه شیطان را قبول میکند، فقد خسر خسرانا مبینا. الله سبحانه و تعالی میگه پس واقعا این انسان ضرر دیدگی است، ضرر دیدن بسیار آشکار و واضحه. پس ببینید واضح و آشکار این انسان ضرر دیده است به خاطر این عمل زشت و به خاطر این عملی پیرو شدن شیطانش. پس باید انسان سرپرست و یاور و دوست و فرمانده خود الله جل جلاله را بگیرد، هر چیزی که الله امرش کرده است به اون عمل بکند، از هر چیزی که الله معنیش کرده است از اون دور بستد. پس این بود یک آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر این باب آورده است. با همین این آیت به آخر رسید. بعد از این میگذاریم در قسم حدیث های این باب، یعنی حدیث های باب حرام بودن، پیوست کردن موی و خالکوبی کردن و فاصله انداختن در میان دندان ها که حرام می باشند. پس در زیر این امام نووی رحمه الله حدیث ها را برای ما و شما تقدیم می کند. اولین حدیث این باب حدیث 1641 کتاب ریاض الصالحین می باشد. امام نووی رحمه الله
در زیر حدیث 1641 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن اسماء رضی الله عنها، میگوید که از اسماء رضی الله عنها روایت است ان امرأة سألت النبی صلی الله علیه و سلم فقالت، اسماء میگوید که زن پیغمبر صلی الله علیه و سلم را پرسان شدند، یعنی اسماء بنت ابی بکر رضی الله، اسماء بنت ابوبکر رضی الله عنها، پیغمبر میگد که زن پیغمبر صلی الله علیه و سلم را پرسان شده که اسماء اپی حضرت عایشه مادر مؤمنان همسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، یعنی اسماء قیسونگل رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد و دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنه. پس اسماء رضی الله عنه میگوید که زن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو پرسید. پس میگه زن گفت که یا رسول الله این ابنی این ابنتی، میگه گفت ای رسول الله، هر آینه گفت دختری من اصابت الحصبتو، گفت دوچار شدگی بود یا گرفتار شدگی بود به بیماری حصبه، بیماری سرخچه. و بیماری سرخچه گفت دوچار شدگی است. وقتی که انسان به بیماری سرخچه دوچار میشه موی سرش میریزد، به این بیماری حصبه وقتی که انسان دوچار میشود موی سرش میریزد. پس گفت فتمرق شعرها، گفت ای رسول الله موی سر دخترم گفت ریخت است، وقتی که بیمار که شد گفت موی سرش ریخت است. و اینی زوجتها، گفت هر آینه من او را به شوهر دادنی هستم، به شوهر دادمش یا به شوهر میخواهم بدهمش. افا اصل فیه، گفت آیا میتونم که به سرش موی بگذارم، موی پیوست بکنم در سر اون؟ گفت موی مانده میتونم یا پری که اون چیزا، گفت در سر اون من میتونم که بمانم. فقال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که لعن الله الواصله والموصوله، گفت الله لعنت کردگی است، الله گفت لعنت بکند الواصله، یعنی زنهایی که موی سر پیوست میکنند، والموصوله، و زنهایی که موی سر پیوست کرده میشوند. یعنی چی؟ واصله اون زنهایی که کسبشون موی سر چسبانی شدگی است، کسبشون پریک چسبانی شدگی است. پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت هر زنی که موی میچسباند، یعنی کسبه موی چسبانی دارد، الله لعنتش بکند. و همچنین گفت هر زنی که میرود نزد اون زن موی چسبان میخواهد که موی بچسباند، الله گفت اون را هم لعنت بکند. الله اکبر. لعنت یعنی چی؟ لعنت یعنی دوری از رحمت الله جل جلاله. وقتی که انسان به لعنت گرفتار می شود، یعنی که از رحمت الله جل جلاله دور می شود، دور می ماند. پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم زنهای موی چسبان و زنهایی که وظیفهشون موی چسبانی است و میرن خودشون به سر خودشون موی می چسبانند، الله اینها را لعنت کردگی هست. این حدیث متفق علیه می باشد. و فی روایتین، در یک روایت دیگر اومدگی است که الواصله والمستوصله، واصله همون زنهایی که موی سر می چسبانند، یعنی وظیفهشون موی سر چسبانی است. والمستوصله یعنی که زنی که نزد اون می رود میخواهد که به اون موی سر بچسبانند. پس واصله و موصوله یا واصله و مستوصله هر دوش یک معنا دارند به زبان تاجیکی، اما در روایت ها به این لفظ ها آمدگی هست. قولها، پس میگه سخنی روایتی که در این حدیث آمدگی است فتمرقه، پس گفت فتمرقه. در روایت دیگر میگه که فتمزقه، تمرقه و تمزقه بزایم آمدگی هست. میگه که هو بالرائی، یعنی معناش اگر که بر را باشد معناه انتثر و سقط، یعنی پراکنده شد موی سرش رو ریخت، افتید موی سرش ریخت و پراکنده کم شد. انتثر یعنی موی سرش کم شد، بسیارش ریخت، موی سر کم مونده سرش، یا سقط موی سرش پاکیزه ریخت، همین را میگن تمرقه. والواصله، واصله کی است؟ التي تصل شعرها، کسی که التي تصل شعرها، کسی که می چسباند موی چسبان، زنی موی چسبان، او شعر غیرها بشعر آخر،
کسی که موی سرش را به دیگر کس میچسباند یا موی سر دیگر را به دیگر کس میچسباند، انا همین را میگویند واصله. یعنی کسی که وظیفهش موی چسبانی هست، مثلا جای زنها را زیبا میکردگی کشاده است و زنها نزد اون میرا موی پریکشون میچسباند، انا همین زن را میگن واصله. این حرام و ناجایز و نادرست میباشد. یا زمانهای پیش زنهای عادت داشتن که موی سرشون را علاوه میکردن یک مواد دیگر را برای بسیار تافتن، یعنی که موی سرشون وقتی میبافتن یک چالبند گفتن یک چیز زیادی دیگر قطیشون داشتن، موی سر یک جای کرده میبافتن، انا همون هم حرام و ناجایز و نادرست میباشد. والواصلتو پس معناش زنهایی که وظیفه اشان موی چسبانی هست. والموصولتو میگه موصوله التي یوصل شعرها، کسی که چسبانده میشود موی سرش، یعنی کسی که نزدی موی سر چسبان میرود و میخواهد که موی سر بچسباند، انمی زن میگن موصوله. این هم در لعنت الله گرفتار هست. والمستوصلتو التي تسأل عن من يفعل ذلك لها، مستوصله کسی که میپرسد و جستجو میکند کسی که موی سر چسبان هست. مستوصله زنی که موی سر چسبان میکابد تا اینکه موی سر بچسباند، انا همون زنم در لعنت الله گرفتار است. و عن عایشه رضی الله عنها نحوه، یعنی همین روایت، این روایت از اسماء رضی الله عنها که بود، از حضرت عایشه هم، از خواهر اسماء رضی الله عنها، از مادر مؤمنان رضی الله عنها، همچنین به مثل همین روایت داریم، یعنی که باز حدیث دیگر است به همین معنا، اما راویش حضرت عایشه رضی الله عنها می باشد. متفق علیه، اون هم که حدیث را که حضرت عایشه روایت میکند، اون هم حدیث متفق علیه می باشد. پس این بود اولین حدیثی باب حرام بودن موی سر چسباندن. بعد از این دومین حدیث این باب رو میارد. دومین حدیث این باب حدیث 1642 کتاب ریاض الصالحین هست. پس امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1642 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن حمید بن عبدالرحمن، میگوید از حمید بن عبدالرحمن رضی الله عنه روایت است که رضی الله عنهما روایت است که انه سمع معاویه رضی الله عنه، هر آینه میگوید همین حمید بن عبدالرحمن حضرت معاویه رضی الله عنه رو شنیده است. آما حج علی المنبری، همون سالی که میگه حج کرد، همون سالی که حج کرد، علی المنبری که در بالای منبر بود، میگه حضرت معاویه رضی الله عنه. پس حضرت معاویه میگه گفت که و تناول قصه من شعر كانت في يد حرسي، و تناول یعنی که گرفته بود، میگه حضرت معاویه رضی الله عنه قصه من شعر، یعنی یک دسته موی سر، یک دسته میگه موی سر در دستش، كانت في يد حرسي، یعنی بود میگه در دست اون نگهبان، در دست اون تلخایش، در دست اون محافظهایش میگه بود. فقال، پس میگه حضرت معاویه رضی الله عنه گفتن که یا اهل المدینه، گفتن ای اهل مدینه، این علماؤکم، گفت عالم های شما کجا هستند؟ سمعت النبی صلی الله علیه و سلم ینها عن مثل هذه، گفت شنیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را که باز می داشت از مثل این، یعنی چه؟ یعنی که موی سر در دستش بود، گفت از مثل این که پیوست کردن به موی سر، گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم از این کارگو باز می داشت که این طور موی سر را به موی سر پیوست بکنند. و یقولو، میگد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می گفت، پیغمبر منع میکرد و میگفت که انما هلکت بنو اسرائیل، میگه هر آینه هلاک شدن بنی اسرائیل حین اتخذها نساؤهم، وقتی که میگه انجام دادن همین کار را زنهایشان. اتخذها نساؤهم یعنی که انجام دادن این کار را. کدام کار را؟ یعنی موی سر چسبانی را.
وقتی که میگه زنهای بنی اسرائیل موی سر چسبان که شدند هلاک گشتند، هلاک شدند. پس ای مردم، میخواهید که از هلاکتی نجات بیابید، پس پیش راه زنهای موی چسبان رو بگیرید، زیرا اینکه این عمل آینده و عاقبت آخرش به هلاکت میرساند. پس حضرت معاویه رضی الله عنه این حدیث را روایت کرد و این سخن رسول الله صلی الله علیه وسلم را در بالای منبر در مدینه سالی که حج کرده بود برای مردم مدینه این سخن رسول الله صلی الله علیه وسلم را بیان کردند که این حدیث حدیثی متفق علیه می باشد. خب پس در این حدیث ینها عن مثل هذه گفت، یعنی من میکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم از مثل این، یعنی چی؟ از بردن گفت به مثل این یک قوزه مورا بعضی گفت میبردن نزد دیگر زنها و دموی سرشان میچسباندن. پس گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم از این کار منع کرد. پس ببینید موی سر در موی سر همراه کردنش وقتی که حرام باشد، پس امروز کسانی که پریک میمونن به طریق اولا حرام است و کسانی که پریک میمونن به طریق اولا حرام و ناجایز و نادرست می باشد. این بود دومین حدیثی این باب. و سومین حدیث این باب حدیث 1643 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1643 کتاب ریاض الصالحینش میگوید وعن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة متفق علیه. میگوید که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1643 میگوید در کتاب ریاض الصالحینش که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید لعنت کردگی است الواصله را، یعنی زنی که موی سر میچسباند، زنهایی که وظیفه اشون موی سر چسبانی هست، پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون خیل زنها رو لعنت گفتگی است. والمستوصلة، یا گفت زنهایی که میروند میخواهند موی سر بچسبانند، نزد موی سر چسبان ها میروند میخواهند موی سر بچسبانند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون زنها رو هم گفت همچنین لعنت گفتگی است، لعنت کردگی است. والواشمة، و همچنین میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم اون زنهایی که خالکوبی میکنند، اون زنهایی که وظیفهشون خالکوبی است، یعنی تتو زدن، اون اسبابای معین قطعی در زیر پوست رنگهای معین میزند برای زینت، و یا که صورت میکشند یا که یگان چیز مینویسند یا رسم میکشند، هر زنی که این وظیفه را دارد رسول الله صلی الله علیه و سلم اون زنها را همچنین لعنت گفتگی است. والمستوشمة، یا همون زنهایی که نزد زنهای تتوزن میرود، نزد زنهای خالکوب میروند و میخوان خالکوبی بکنند، پس اون زنهای خالکوبی میکنند اینها را هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم لعنت گفتگی است. پس این 4 طایفه مردم در لعنت رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفتار هستند. ببینید بهترین مخلوق الله جل جلاله، بهترین خلق الله جل جلاله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم این 4 طایفه مردم را، این 4 طایفه زنها را لعنت گفتگی است. وقتی زنها، چرا در اینها ببینید فقط زنها گفتن؟ چرا؟ زیرا که غالبا این کار زنها میکردند، اما امروز چی؟ امروز مردا هم این کارا میکنن. پس هر مرد هم همچنین موی سر میچسباند، یا میرود بخچه موی سر میچسباند، یا تتو میزند، خالکوبی میکند، یا نزد خالکوب میرود، خالکوب ها چی مرد باشند و چی زن، اینها در لعنت رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفتار هستند. ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم این صیغه را فقط برای زنها آورد، اصلا این کارهای زنها بود، اما متاسفانه امروز بسیار مردها صفت زنی را گرفتن که میروند خودشان را اینطور خالکوبی میکنند. این حدیثی متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1643
کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله آخرین حدیث این باب، حدیث 1644 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید و عن ابن مسعود رضی الله عنه قال، یعنی امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1644 کتاب ریاض الصالحینش میگوید از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگه فرمودن که لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق الله. میگه که عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه این طور سخن کرده. میگه گفتن که عبدالله ابن مسعود گفتن لعنت کند الله الواشمات، یعنی زنهایی که وظیفه خالکوبی دارند، برای دیگر زنها را خالکوبی میکنند، گفت الله لعنتشان بکند. والمستوشمات، همچنین گفت زنهایی که میخواهند خالکوبی بکنند، نزدی خالکوبا میروند، نزدی تتو زنها میروند، تتو میزنند، چی مرد باشد و چی زن، الله لعنتشان بکند. والمتنمصاتی، و همچنین الله جل جلاله لعنت بکند زنهایی که موی قاش خود را میچینند. متنمص اون زنی را میگویند که موی قاشش را، یعنی قاش خود را میچیند و قاش باریک میکند. چی مرد باشد و چی زن، چیندن قاش حرام و ناجایز و نادرست می باشد. کسانی که این کار را میکند الله میگه لعنتشان بکند. والمتفلجات للحسن، یعنی که آن زنهایی که متفلجات هستند، یعنی چیکار میکند؟ دندانهایشان رو میتراشند. متفلج یعنی که زنهایی که دندانهایشان رو میتراشند، در میان دندانهایشان فاصله میاندازند. برای چی این کار رو میکنند؟ للحسن، برای زیباگی. پس انا همون زنها هم میگه الله لعنتشان بکند، هم چی زن باشه چی مرد. برای چی در اینجا فقط زنها را گفته سعی؟ به خاطر اون که در اون زمان این کار رو فقط زنها میکردن، اما در این زمان هم مرد و هم زن میکنن، پس هر دوشه الله لعنت بکند. گفته عبدالله ابن مسعود لعنت فرستاد برای اونها. المغیرات خلق الله، یعنی که این طور انسانها تغییر دهنده آفرینش الله هستند، تغییر دهنده خلقتی که الله برای اونها دادگی است اون رو تغییر داده ایستادند. از این حساب گفت الله اینها را همهشان را لعنت بکند. فقالت لهم امرأة فی ذلک، پس از بین اون شنوندگان زن اعتراض کرد، زن زید برآمد، زن عبدالله ابن مسعود اعتراض کرد و گفت، یعنی که فی ذلک در لعنت کردن، یعنی که زن گفت که لعنت نکن این طور زنها را، آدمایی که این کار را میکنن گفت لعنت نکن. وقتی که این زن اعتراض بیان کرد، فقال، پس میگه عبدالله ابن مسعود گفت که و ما لیا لا العن من لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو فی کتاب الله. میگه گفت که چرا لعنت نکنم شخصی را که رسول الله لعنت کردگی است، یعنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این زنها را، چه مرد و چه زن باشند، این صفات را در خودشان داشته باشد، رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها را گفت لعنت کردگی است. چرا من لعنت نکنم؟ چرا من نفرین به اونها نفرستم؟ پس گفت منم لعنت میفرستم. و هو فی کتاب الله، گفت در حالی که همون، یعنی فرمان برداری کردن من در کتاب الله جل جلاله آمدگی است که پیغمبر باید من فرمان برداری بکنم. قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی فرموده است در سوره حشر آیت 7 که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، یعنی به هر آن چیزی که، یا و ما آتاکم الرسول، یعنی هر آن چیزی که برای شما آورد پیغمبر و شما را امر به آن کار کرد، وقتی پیغمبر برای شما داد، پس فخذوه، پس اون عمل رو بگیرید برای خودتون، پس اون عمل رو قبول بکنید. و ما نهاکم عنه،
یعنی از هر کاری که رسول الله شما را منع کرد و باز داشت، فانتهوا، پس شما منع شوید، باز شوید، اون کار رو انجام ندهید. پس عبدالله ابن مسعود این آیت رو دلیل آورد که رسول الله صلی الله علیه و سلم این زنها رو لعنت گفته است، پس منم لعنت میگویم. زیرا که رسول الله در نزد ما شنیدیم که این زنها رو لعنت میگفت. این حدیث متفق علیه می باشد. بعد از این امام نووی رحمه الله بعضی از کلمه های دشوار فهم این حدیث رو برای ما و شما توضیح میدهد. میگه که متفلجه کی است؟ هی التی، میگه اون زن است که تبرد من اسنانها، یعنی می تراشد دندانهایش را، لیتباعد بعضها عن بعض قلیلا، تا اینکه بعضش از بعض دندانهاش کمتر فاصله شود، کمتر جدا میکند. و هو الوشر، ان همین کار رو میگوین وشر. پس امام نووی رحمه الله این حدیث را برای حرام بودن وشر آورده است. پس این هست دلیلش که تراشیدن دندانها یا باریک کردن دندانها، فاصله قرار دادن در بین دندانها حرام می باشد، با موافق این حدیثی که متفق علیه هست، در بخاری و مسلم این حدیث روایت شدگی هست. پس این بود معنای متفلجه. و نامسه کی است که در حدیث گوید المتنمسات. نامسه کی است؟ نامسه هی التي تأخذ من شعر حاجب غیرها. میگه نامسه زن است که میگیرد از قاشهای زنهای دیگر. نامسه زنی که قاشهای دیگر زنها را باریک میکند، قاشهای دیگر زنها را میچیند. و ترققه، و قاش باریک میکند، لیسیر حسنا، تا اینکه در نظر خشونه که زیبا بتابد، به خاطر زیبایی این کار را میکند. و نامسه این را میگن. متنمسه چی؟ کسی که موی میچیند. پس کسی که وظیفهش قاشها را میچیند یا خودش میرود قاش خودش میچیند، هر دین زنم در لعنت الله گرفتار هست از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم. و متنمسه کی است؟ التي تأمر من يفعل بها ذلك، یعنی کسی که امر میکند زن دیگر را که انجام بدهد همین کارو در بالایش، یعنی که پیش دیگر زن میراد میگه قاش من رو بچین، اینا میگن متنمسه. پس نامسه کسی که قاشچین است، متنمسه کسی که پیش قاشچین میرود و میگه قاش من رو بچین. پس هر دین زنها هم در لعنت الله جل جلاله گرفتار میباشند. پس این بود سه کلمات دشوار فهمی که امام نووی رحمه الله در زیر این باب برای ما و شما در زیر این حدیث این کلمه ها رو توضیح دادند. پس با همین باب حرام بودنی پیوست کردن موی و همچنین خالکوبی کردن و همچنین فاصله قرار دادن در بین دندانها، اینها که حرام می باشند، همین باب با آخر رسید. پس این بود دلایلش. اکنون باب نو شروع می شود. در باب نو باب نهی عن نتف الشیب من اللحیه و الرأس و غیرهما، یعنی که باب در مسئله منع بودنی چیندن موی سفید از ریش یا که از سر یا از دیگر مکانها، موی سر سفید فقط جدا کرده چیندن تا اینکه گویا که این حال پیر نشیده است برای این کار را بکند. و عن نتف الامرد شعر لحیته، و همچنین این باب در مسئله منع بودن کندن امرد، جوانی که نه ریش میبرارد، یک دونه ریش میبرارد، اون ریشاش میچیند میکند، این حرام میباشد. عند اول طلوعه، در وقتی که اول ریشش برآمده ایستاده است، جوان در وقتی که به وایه میرسد ریشش دانه دانه برآمدن میگیرد، وقتی که اون را میچیند این حرام میباشد. پس امام نووی رحمه الله این باب را گشاده در زیر این باب برای ما و شما دو حدیث تقدیم کرده است. انشاءالله این باب را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.